یهو ویدیو کال میکنه با فامیلی میشینه، مثلا 1 ساعت ماها آماده دم در نشستیم که ویدیو کالش با مامانش تموم شه. که حرف از آرزو زدی، من یه ذره زاویه دارم با آرزو. من به حال از یه سری توقعی دارم. واسه یه چالش من تو بکنم که اجازه بده. میدونم چالشت چیه ولی نه. توی زندگی من ممکنه یه تأثیری گذاشته تو من که من تو اون انتظار هنوز موندم. حق و حقوق یه چیزایی که اساین شده و بیسان اون یه روله. شما فرکانس صدات اینجوریه، نمیتونی تو این 12 نفر حرف بزنی. آقا این وسط برنامه بلند شدیم رفتیم دستشویی برگشتیم. آقا عرفان هم یه نیم ساعت طول کشید تا برگرد. اصلا نباشه دستشویی نبودم. با عینک سر دستشویی. آره واقعا چون نور اینجا دیگه به حالتی. حسین جون ببخشید حسین. بفرمایید ادامه بدید. خیلی بحث داغ شده بود ولی خب به خاطر این آره نه یخ نکرد، برعکس من همینجوری تو فکرم کلی سوال پیش اومد که حالا این بحث حق و این حرفی که هانیه زد تهش داشت به انتظار نسبتش میداد. بچه‌ها داشتن این وسط شوخی میکردن یا میگفتن انتظار نباید داشته باشیم. من اصلا نمیگم انتظار باید داشته باشیم یا نباید انتظار داشته باشیم، ولی میخوام بگم که ما یه درصد کوچیکی از تجربه، انگار انسان‌ها یه درصد کوچیکی از تجربه‌ای که میکنن تجربه مستقیمشون از زندگی، مثلا درد، لذت، اینا یه سری تجربه‌های مستقیم داریم که مثلا من یه چیزی میره تو پام درد میگیره، ولی یه بخش دیگه ای از اون تجربه اون میاد تفسیری هست که من رو اون تجربه میذارم. مثلا این که من الان یه خار رفته توی پای من، فردا یه اجرایی دارم و نمیتونم برم اجراش کنم، حالا تفسیر من از تجربه اینه که چرا این اتفاق برای من افتاد، این حق من نبود که این اتفاق برای من بیفته، چرا دنیا با من این کارو میکنه، چرا این اتفاق برای من افتاد، هر کس دیگه بود این اتفاق براش نمیافتاد. و این حس بدی که در تفسیر ما وجود داره انگار یه بخش بزرگتری از تجربه انسانی رو داره تشکیل میده تا خود اون تجربه مستقیممون از دنیا. و سواله که میخوام از هانیه کمک بگیرم که یکم بستش بده، میدونم یه مثال شخصی داره در موردش. ببینین انتظار رو من خیلی جدیدن باهاش دارم هی پیش میاد برام که خیلی مشکلات و خیلی چیزا پیش میاد، بعد میبینم تش میرسه به اون انتظار داشتنه. مثلا یه مسافرتی ما پلن کرده بودیم با خانواده و دوستا بریم برای سال نو میلادی سیاتل. من برای این سفر، چون میدونی من خیلی عاشق سفر و اینا، خیلی برنامه ریزی کردم، مثلا جاهای دیدنیشو در آوردم، حتی جوری برنامه ریختم که مثلا اگه این مسیر رو امروز داریم میریم مثلا به ترتیب اینجا رو بریم، اینجا رو بریم، اونجا ببینیم، بعد مثلا یه روز طبیعت باشه، یه روز شهرگردی باشه، یه روز موزه باشه. همه اینا رو یه جوری چیده بودم که هم تنوع داشته باشه، همین که از تمام تایممون بتونیم خیلی مثلا مفید استفاده کنیم. خب ما رفتیم سفر، رسیدیم اونجا، خب مثلا خیلی اتفاقات مثلا میفته که تو براش برنامه‌ریزی نکردی. یه سری اتفاقا هم مثلا تو همون جمعی که باهاشون میریم، مثلا یه نفر خیلی دیر آماده میشه، یه نفر مثلا همیشه مثلا لحظه آخر یه کار براش پیش میاد، یه نفر مثلا یه روز رفتیم شهر دوباره مثلا برگشتیم فرداش می‌خواستیم، مثلا برنامه من این بود که بریم طبیعت این دفعه، ولی خب بچه‌ها خیلی اکثریت میگفتن که ما از شهر سیر نشدیم، ما دلمون می‌خواد امروز هم دوباره بریم تو شهر بچرخیم. من تمام اون سفر با اینکه فکر کردم خیلی قراره بهم خوش بگذره، همه اون سفر داشتم هرس می‌خوردم که این چرا حاضر نمیشه، هرس می‌خوردم که اون چرا همیشه دقیقه 90 میره مثلا یهو ویدیو کال میکنه با فامیلی میشینه، مثلا 1 ساعت ماها آماده دم در نشستیم که ویدیو کالش با مامانش تموم شه، مامانمه من باید باهاش صحبت کنم. یا مثلا خب اونم حق خودش میدونست دیگه، میگفت حق دارم، مادرمه، باید باهاش صحبت کنم. خیلی این اتفاقای اینجوری بهم خوش بگذره. و بعد آخر مسافرت به تنها کسی که شاید بعد گذشت من بودم، چون انتظار داشتم اون حدسی که زده بودم بشه، اون برنامه‌ای که من ریخته بودم بشه، ولی اون کسی که همیشه دیر کرده بود،
اون یکی که هم دعوا را انداخته بود باعث تو مثلا بحث و تشنج شده بود، همه اونا آخرش گفتن چقدر خوش گذشت، چه اتفاقایی هم که افتاد اینا همه خاطره میشه، چون برای هیچ کدومشون پلن نکرده بودن، انتظار نداشتن برن اونجا، اون چیزی که من تو ذهنم بود، ولی اون انتظاره باعث شد به من اون سفره بد بگذره. یه سوال، اون اتفاقایی که بر اساس انتظارت اتفاق میافتاد چه حس و حالی داشت؟ یعنی یه پیش بینی کرده بودی که یه اتفاقی بیفته و اون اتفاقاتی که میافتاد باز اون حس خوبه رو من داشتم که مثلا من باعث شدم به بچه‌ها خوش بگذره. من براشون مثلا اینجا رو من پیدا کردم. دیدی چه جای خوبی آوردمتون؟ خب پس چون تو باعث نشدی که به اونا خوش بگذره و به اونا در عین حال خوش گذشته، این باعث شدش که به تو بد بگذره؟ نه، این بد گذشتنه برای من این بود که همش دوست داشتم اون چیزی که من برنامه ریزی کرده بودم، اون چیزی که من انتظار داشتم بشه. من انتظار داشتم که ما ساعت مثلا 9 صبح پاشیم، صبحونمون رو بخوریم، ساعت 10 دیگه بزنیم بیرون. چرا؟ چون من اون روزم برنامه چیده بودم، امروز بریم مثلا جنگل اینو ببینیم، بعد بریم اونجا، بعد بریم مثلا اون قسمت رو ببینیم. ما تازه ساعت 12 یواش یواش اون دوش بگیره، اون پاشه، صبحونه تازه چیکار کنیم. یکی میگفت بریم بیرون صبحونه بخوریم، یکی خونه. من فکر می‌کردم باید تایممون داره میگذره. من هی تو ذهنم داشتم به خودم سخت میگذروندم، در صورتی که سفر بود، همه داشتن بهشون خوش میگذشت. تو نمیتونستی برنامه تو مثلا ازشون جدا کنی که بری به تو مثلا بیشتر؟ نه، قضیه اینه که توقعی که از پلن داشته، یعنی یه پلنی ریخته، توقع داشته که آقا این 100% اجرا خواهد شد تو ذهنش، روزی که به نظرش میرسه خیلی عاقلانه است، ولی اینو در نظر نگرفته که آدما فرق میکنن، رفتاراشون فرق میکنه، مثلا وقتی گروهای گنده است. یعنی قبلشون پیش بینی های اولیه‌اش احتمالاً غلط بوده و حالا که این پلن اجرا نمی شده، چون توقع داشته که هر لحظه انتظارش این بوده که طبق پلن پیش بریم و بهش خوش نمیگذشته. و نکته جالب این بود که حتی وقتی که حتی وقتی اتفاق خوب به هم می افتاده، چون یه مشکلی با اون یه تطابقی نداشته با اون انتظاری که در ذهن تو تبیین شده بوده، باز دوباره میبینی تفاوت این که ما یه تجربه زندگی داریم، یه تفسیر از تجربه داریم. حالا کسی دیگه شیرینگی داره که مثلا این جالبه، اینی که هانیه میگه انگار اصلا جمله‌ش هم خیلی قشنگ بود که در حالی که سفره قرار خوش بگذره، خب و این انگار یه مثال کوچیک از کل زندگیه. این قرار خوش بگذره و تو هر چی بیشتر از این انتظار داشته باشی فقط به تو بدتر میگذره. اگه انتظار داشته باشی که من وارد بیزنس بشم، بیزنسم درست پیش بره، وارد رابطه بشم کسی بهم خیانت نکنه، وارد کار بشم همه چی خوب پیش، همه این انتظارات تنها فایدهشون اینه که به تو سخت میگذره، چون جلوی این اتفاقات رو نمیگیره، جلوی اون پیامدها رو در هر صورت نمیگیره. در هر صورت تو قرار از دست بدی، قرار مریض چی، قرار اتفاقات مختلف برات بیفته و یه نفر انتظار نداره، اون اتفاق براش میفته، 30% درد میکشه، تو انتظار داری اون اتفاق برات میفته 80% درد میکشی. فایدهش فقط همینه که بیشتر درد میکشی. و این مثالی که میگی که یه سفر رفتیم دیگه، انگار قرار بوده این سفره خوش بگذره و انتظارهای من باعث شد خوش نگذره. و چقدر باحال، چون انگار همه زندگی همینه. اصلا تو یه چالش من تو بکنم که اجازه بده. میدونم چالشت چیه ولی نه. آقا من قرار بود نفر آخر باشم، این سینا چرا اینجوری میکنه؟ آقا این سوالا باگ داره، این سوالا همه باگ داره. من جواب نه مشکلی که سوالا رو پرسن همونه باگ داره. یاسی جان اوکی هم سر صورت من پیشای ما خوبه؟ قربونت خوبی؟ مشکل کردی؟ مرسی ممنون دیگه خرج داره دیگه این برنامه ها خرج داره دیگه. ببین این خیلی جالبه، انتظار من از خودم شکل نگرفته. من خب مطمئنا تو بچگی بهم گفتن که آقا تو چقدر خوب کار میکنی، مرد باید بره کار کنه، مرد گریه نمیکنه، باریکلا تو عجب کاسبی هستی، عجب روابط عمومی خوبی ده. بعد اینا یه جوری قالب من شد دیگه.
چی میگم، انتظار یعنی خودم انتظار دیگران از من یه جورایی نشست تو مغز من و گفتم که خب حتما اینه دیگه، حتما مرد گریه نمیکنه، دیگه سوالی نپرسیدم و انتظارمو نسبت به انتظار دیگران و بزرگترها که از من داشتن، رضا میتونه مثلا خانواده رو جمع کنه یا رضا میتونه مثلا این کارو بکنه یا این داستانا، بعد دیگه موندروم دیگه، هنوز بهش فکر نکردم خودم چجوری میتونم از خودم انتظار داشته باشم. خیلی سوال خوبیه. من همیشه فکر میکنم انتظاراتم از اون بچگی میاد که خیلی ازم انتظار میرفته توی به عنوان بزرگترین بچه خانواده و رو خودم خیلی سختگیرم. و به کجا میره گفتی؟ تحت چه شرایطی شکل گرفت؟ تحت شرایط که بزرگ شدم توش، جامعه، خانواده، پدر مادر. آره. تحت environment یا اطرافیانمون، به خاطر اینکه فکر میکنم خیلی تأثیر گذاره که آدم چجوری از خودش انتظار داشته باشه یا کسایی که باشون معاشرت میکنیم. ببین انتظارات من از خودم خب در واقع یه سریش بستگی به شرایط دور و برم داره، یه سریش بستگی به در واقع حال و هوای خودم داره، یه سریش بستگی شاید به میزان تلاشی که انجام دادم مثلا داشته باشه. نمیدونم، خیلی بهش فکر نکردم حقیقتا. انتظارات من از خودم هر روز داره تغییر میکنه. من دیروز یه سری انتظارات داشتم، امروز یه سری انتظار دیگه دارم، فردا نمیدونم چه خبر میشه، شاید اصلا به یه جایی برسم که یعنی امیدم اینه به جایی برسم که اصلا از خودم هیچ انتظاری نداشته باشم، ببینم در هر لحظه هر اتفاقی که بیفته بهترینم و مطمئن باشم، انقدر به خودم تراست داشته باشم که بدونم در هر لحظه بهترینم رو دارم انجام میدم دیگه. انتظار دیگه ای غیر از اون چیزی که پیش میاد نداشته باشم، اون دیگه مکسشه. خب اگه حواسمون نباشه از انتظارات اطرافیانمون از ما کم کم اینجوری تومون جا میفته که اطرافیانمون هم ما انتظار داشتن، با ما همون انتظارات رو از خودمون داریم، ولی من واقعا هیچ انتظاری از خودم ندارم. همین که دارم تلاشمو هر روز میکنم برام کفایت میکنه و چیزی بیشتر از اون از خودم نمیخوام و به نظرم انتظار داشتن از خودمون یه خورده دوباره اون حالت توقع و اون حالت عدم رضایت رو پیش میاره که غیر ضروریه. هر جا هستیم همون جایی که هستیم و من بابت این خوشحالم. خیلی باحال بگو. و انگار همه هنر زندگی اینه که حتی انتظارامون رو پایین هم نیاریم. بعضیا میگن خب پس من انتظاراتمو بیارم پایین که مثلا آدما بیخودن، آدما عوضی ان که وقتی اونجوری بودن بهم بر نخوره. نه، انتظارات پایین هم نیار، انتظار نداشته باش، همه چیز برات جالب باشه. اگر امروز برنامه من پیش رفتیم طبیعت برام جالبه، چقدرم خوب. اگر پیش نرفت همچنان من به همون اندازه میتونم ازش لذت ببرم. این انگار راه حلشه. این قشنگ درسی بود که من از این ماجرا گرفتم. دقیقاً، و درسیه که انگار هممون میتونیم بگیریم. چرا من اینجوری زندگی میکنم مثلا؟ منم اونطوری. چه شکلیه؟ عین اگه یادتون باشه حالا تو تربیت پدر مادرای ایرانی خیلی بود، میخوردیم زمین، کلمو میخورد یه جایی، اول سرمون درد گرفته بود، میومدیم پدر مادرمون میومدن این دست با چلفتی یه دونه اونا میزنن پس کلمون که آقا چرا حواست نبود خوردی زمین، یعنی از دو جا درد میکشیدیم. الان هم این قضیه این شکلیه. بعضی وقتا یه کاری رو شروع میکنیم خیلی عوامل بیرونی هست که جلوی کارمون رو میگیره. هم درد اینو داریم که چرا کار انجام نشد، مثلا من میخواستم فوتبالیشم، ربات پام پاره شد، خب یه عامل بیرونی باعث شده دیگه. هم درد اینو دارم که ربات پام پاره شد، هم درد اینو دارم که من توقع داشتم و بهش نرسیدم. هی
اوورتینک میکنم و حال خودم خرابتر و خرابتر، یعنی از دو ور انگار یه انرژی منفی به خودت میدی و زندگی رو سخت‌تر میکنی. من یکی از بستگان ما هست همیشه با هم دیگه توی خیابون، دیدی خیابونای آمریکا همینجوری پشت سر هم چهار معمولا هم اسمارت، یعنی مثلا 2-3 تا شد سبز، وقتی بهش میرسی رد میشی، معمولا 1-2 تا قرمز اگه توی خیابون برای مدت زیادی باشی برمیخوری. همیشه وقتی کنارش میشینم داره رانندگی میکنه، مثلا 5 تا سبز رو رد کردیم، 6می قرمز شده، همیشه میگه این همیشه شانس منه، تا من میرسم به چراغ قرمز میشه. یعنی هم 1000 تا سبز ما رد میکنیم ولی همیشه اون به خودش این چیزو میده، این انرژی بدو میده که آقا این شانس منه، من تا میرسم قرمز میشه. اصلا یادش نمیمونه که الان 7 تا از اون سبزا رو رد کردی و 8می و قرمز برای همه است، همیشه به یه چراغ قرمزی میرسی، دست تو نیست. حالا خیلی موقع ما این تجربه ها رو انگار تو رابطه هامون هم اگه بخوام یه خورده قابل لمس ترش بکنیم، خیلی موقع خیلی چیزا بد نیستن، شاید به اندازه کافی خوب نیستن. یعنی ما یه ایدئالی دیشب یه حرف اینجوری کوتاه در مورد این موضوع زدیم که بعضی موقع ما یه تجربه هایی رو میکنیم که خودش خیلی بد نیست ولی انگار ما باید فکر میکنیم اون اندازه کافی به اون حدی که باید خوب باشه خوب نیست. خب و این به حد کافیه رو انگار ما در یه ایدئالی ترسیم میکنیم که واقعی نیست و اون انگاری که ما همیشه در مقابل اون ایدئال شکست میخوریم. و حالا تو رابطه هم من خیلی موقعا تو رابطه شخصی خودم همیشه انگار این چالشه وجود داشت که نمیخوام مثال کسی رو بزنم که اسم کسی رو بیارم که قابل فهم باشه، ولی انگاری که این توقع خیلی سایه مینداخت رو خود رابطه تا خود رابطه. یعنی تجربه خود رابطه انقدی بد نبود که انتظار از این که این باید یه جور دیگه باشه اینو بد جلوه میداد. میدونی چی میگم؟ من یه چیزی بگم، به نظرم حالا دوباره برگردیم به همون بحث قبلیمون که حق بود. به نظرم ما نمیتونیم انتظار نداشته باشیم. بالاخره تو هر کاری میکنی تو ذهنت یه تصوری از این که چه اتفاقی خواهد افتاد داری. حالا میتونیم بگیم اون حد اقلی که برای خودمون دوست داریم داشته باشیم و بهش میگیم حق، میگیم دیگه حد اقل حقمون اینه که مثلا دیگه این بهم برسه. پس حق حد اقلی رو تو داری دارم. آره شاید مثلا دیگه مثلا بخوایم یه تعریف چی میگن، یه تعریفی بخوایم بذاریم توی این اسپکتروم که آقا حق کجاست، انتظار کجاست و حالا اون ایدئال کجاست، حد اقل رو اگه مثلا بذاریم حق خودمون دیگه شاید اون مثلا دیسپوینتد شدنه پیش نیاد توی انتظاری که داریم. چون من مثلا همین مثلا تجربه‌ای که تو گفتی و مثلا توی زندگیم سالها داشتم تجربه میکردم و نمیفهمیدم چرا دارم زجر میکشم و مثلا به یه افسردگی رسیدم، به خاطر اینکه یه انتظار زیادی از خودم داشتم که توی ورزش، توی بیزینس، توی هنر به یه حد بالایی از یه جایی برسم که خیلی به قول تو ایدئاله و تو همیشه در برابر ایدئال خودت شکست میخوری و اون جایی که حالا من مثلا بهش رسیدم شاید آرزو و ایدئال خیلی ها باشه، ولی من چون توی اون متریک و اسپکتروم خودم یه نقطه بالاتری رو دوست داشتم بهش برسم و مثلا یه جای پایینتر ستل کردم، این تفاوته باعث میشد که مثلا لذت نبرم از اون در واقع تجربه‌ای که داشتم و حتی یه سرخوردگی و یه احساس در واقع حتی شاید شکست مثلا پیدا کنی. و به این رسیدم که اگه در واقع سطح توقعات خودت رو از دنیای اطراف، از آدمات هرچی بیاری پایین‌تر، انگاری که اون ساتیسفکشنه و اون احساس رضایته و اون لذت شاید یه جورایی برای خودت بیشتر میشه. من میخوام یه دونه میوه بفهمم. نه یه توت فرنگی هم به ایشون بده. بفهم حساسیت شیک رفت. اینکه چرا اصلا میایم اینو میذاریم کلمه حقو میاریم که ما حق خودمون میدونیم که این چرا نمیگیم که مثلا فلان چیزو میخوایم، خب اگه نشد خب نشد. چرا میایم یه چیز سنگینه مثل حقو میذاریم که بعد اگه نشد خیلی سرخورده بشیم
آخه اون ایدئال اون چیزی که تو داری میگی، ولی ناخودآگاه تو وقتی برای یه چیزی خیلی تلاش میکنی از ته دل میخوایش، حقش انگار باش میاد برات. خیلی ایدئاله که نباشه. مثلا من خودم پارسال ازم میپرسیدی خیلی چیزا رو حق خودم نمیدونستم، ولی الان احساس میکنم این جامعه تو رو میبره به یه سمتی، یه انتظاراتی برای تو ایجاد میکنه که از اون لحظه‌ای که تو میگی که رسیدی بهش لذت نبری، بگی خب بعدی چیه اون حق من حالا بعدی هست، مثلا اینی که الان رسیدم نیست. برای همین من احساس میکنم ایدئالش اینه که تو حقت ندونی، ولی ناخودآگاه به خاطر حال شرایط جوی زندگی تو اینا تو اونو حق خودت میدونی، باهاش هم یه اموشنا و احساساتی هم بالاخره میاد دیگه، میدونی چه شادیه چه خوشحالی چه ناراحتیه. رضا می‌خواستی چیزی بگی؟ نه من وقتی که حرف از آرزو زدی، من یه ذره زاویه دارم با آرزو، با کلمه آرزو، چون از بچگی به ما گفتن آرزو چیه و ما که نمیدونستیم آرزو چیه، ولی میدیدیم دور اطرافیانمون دورترین و دست نیافتنی ترین چیز رو میگفتن. مثلا میگفتن آرزوم اینه که برم فضا، یا مثلا آرزوم اینه که پولدارترین آدم دنیا بشم، آرزوم اینه که اینجوری. بعد ما اینو خیلی دور میذاشتیم، الان هم مثلا خیلی آرزوشون رو خیلی دور میذارن و وقتی که در راستاش حرکت میکنی خیلی ها بهش نمیرسن و از این دنیا میرن و همیشه توی حسرتی بودن که هر چقدر به دست آورده بودن، هر چقدر موفق شده بودن، میگفتن آقا من که به آرزوم نرسیدم. حالا از این آدما، یه عده آدما هم مثلا به آرزوشون میرسن و میبینن که هیچی نبوده. مثلا اینجا که مثلا خب کچی به اون کچیه میرسن. من تو زندگی خودم چیزی که دارم پرکتیس میکنم، آرزوهامو خیلی کوچیک کردم، خیلی کوچیک ولی پرمعنا، ولی خیلی دست یافتنی تر، روزمره تر. من مثلا آرزوم اینه که امروز بعد از برنامه رفتم خونه، زنگ بزنم به مادرم بگم مامان من تو رو خیلی دوست دارم. این یه آرزوه. من آرزوم اینه که رفتم خونه یه چایی دم کنم و از این چایی لذت ببرم. وقتی که تو آرزوهاتو کوچیک میکنی زودتر بهش میرسی و تو زندگی همینجوری سرشار از شادی میشی. ولی وقتی یه چیزی که دور میذاری، این مسیره هر چقدر در راستای اون آرزو بزرگه که شاید هم بهش نرسی، هر چقدر اچیومنت این وسط به دست بیاری اصلا به دردت نمیخوره. انگار این حرفی که داری میزنی یادم به حرف سینا میفته در مورد دایش بود. خب انگار داشته های ما، حالا نمیدونم این کاری که تو میکنی چقدر جواب میده واقعا، ولی من مثلا خودم رو نگاه میکنم و با آدما که صحبت میکنم، انگار داشته های ما تبدیل میشه به فرض زندگیمون که باید باشن و نداشتن هایی که میخوایم داشته باشیم هم تبدیل میشن به حقوقی که ما باید بهشون برسیم و چرا بهشون نرسیدیم انگار. ولی اون 5 تا چراغی که رد کردیم موهبتی در نظر نمیگیریم، اتفاق خوبی در نظر نمیگیریم اون جایی که مثلا ما هستیم، و بعد اون یه چراغ قرمزه انگار میشه اون بدشانسی بدیه. بگو فرید. من احساس میکنم حق و اینا که داریم میگیم، حالا اون شانس و مثلا چراغ سبز و چراغ قرمز و اینا یه چی، ولی من حالا خودم هم درگیرش بودم، این موزیکه مثلا دقیقا حق یه جور انگار مینیمومه که مثلا این حق منه، من بتونم تو شهر خودم تو کشور خودم اجرا کنم. آخه نه واقعا. چرا نه؟ چه حق؟ این کجا؟ این کی گفته این حق؟ دیگه مینیمم آزادی. نه یعنی چرا؟ نه نگاه، آرزو اینه که من بخوام بزرگترین راکستار ایران بشم. خب هیچ گارانتی نیست. یعنی ممکنه من همه وقت هم بذارم مثلا نشه، شانسی اصلا با مردم رابطه برقرار کنم نکنم، ولی فکر کنم این حق من، یعنی دقیقا همون مینیمم چیز. ولی حرف خودت تو قسمت قبلی یادت بیاد که گفتی که حق انگار در تناسب با دیگرون دیده میشه. حرف حسین خیلی جالبه. تو داری انگار با نسبت به یک کسای دیگه ای میگی این خب حق ابتدایی منه، ولی تو با خیلی جاهای دیگه نگاه نمیکنی که این اصلا یا خیلی زمانهای دیگه در تاریخ نگاه نمیکنی که اینا هیچ وقت حق نبوده. میگم یه چیز اینا شاید فرصته، مثلا یه چیز نه آخه میخوام بگم مثلا یه چیز بیسیک منظورم از حق، یعنی آخه چطور حق تو این نیست که صبح بیدار میشی چشات میبینه؟ چطور این حق تو نیست؟ این هم حق توه و بس در نهایت حرف آخر خودته که دفعه قبلی برگشتی گفتی آقا
تو میتونی، تو وظیفت اینه که با خوب فکر کردن به خودت کمک کنی و خیلی این حرف باحالیه. آره، تو وظیفت اینه که با خوب فکر کردن به خودت کمک کنی. این خوب فکر کردن نیست که خب دیگه حق منه که تو مملکت خودم بتونم موزیک بزنم. کی گفته؟ خب چرا نه؟ احساس میکنم نه. حالا من پوینتم اینه که انقدر یه چیزی obviousه این حق میشه. یه چیزی خیلی حرف جالبیه. اون چیزی که دیگه انقدر obviousه و اون انقدر دیگه اصلا دیگه بذار بچه بذار راکسی میخواد چیزی. ما خوبه؟ عالیه. عالی. خیلی خوب. خب چطوری؟ عالی. خیلی هم خوب. ببین من حتی فکر میکنم تو بچه اول یا بچه دوم یه خانواده باشی انتظارات آدما و خودت از خودت تغییر میکنه. یعنی حتی موقع تولد تو انتظاراتت داره شکل میگیره. یک جمله‌ای که یک فردی از خانواده به تو بگه اون انتظارات رو برای تو داره تعیین میکنه. برای همین نمیتونم بگم از کجا میاد، چون اصلا زندگی زیستت داره اون انتظارات رو برای تو رقم میزنه تا برسی به یاسی 34 ساله. یه جمله یک آدمی توی زندگی من ممکنه یه تأثیری گذاشته تو من که من تو اون انتظاره هنوز موندم، برسم به اون جایی که 5 سالگی بهم مثلا گفتن تو خیلی باهوشی یا تو باهوشتر از برادرت نیستی یا هستی. اینا همه باعث میشه که تو اون انتظارات رو از خودت داشته باشی برای که خودتو ثابت کنی. مطمئن کلیش شاید تلقین از بیرونه که مثلا یادم میاد مثلا یه مهد کودک مثل که من درست یادم نیست، این یکی به مامانم گفته که مثلا بچه باهوشه این باید یا جراح بشه یا استاد دانشگاه، و این انگار یه پرشری رو من بوده مثلا کل از ابتدایی تا کنکور تا کوفت زهرمار که مثلا من نمیدونم چرا این یکی گفته همچه انتظاری اما به همین مسخرگی که یه معلم آمادگی بیاد بگه این مثلا پتانسیل فلان بیساده و انتظار به من بیاد که این باهوش فلان، میدونی چون من اصلا یکی دیگه بودم مثلا. خلاصه فکر کنم آره از بیرون میاد بیشتری انتظارا و الان این دنیای ارتباطات و اینترنت و اینا چش گوشمون خیلی باز شده. یعنی احساس میکنم تا 200 سال پیش تو نمیدونستی دهات مثلا 5 کیلومتر بالاتر چه خبره اصلا، میدونی اصلا شمال ایران چه خبره، تو جنوب ایران مثلا زندگی میکنی اصلا نمیدونستی، چشتو باز میکردی عموتو میدیدی و داییتو بابا بزرگ زندگی همینه. الان یه دنیای هستیم که ما میدونیم 5 تا قاره اون برتر اون کشور جهان اوله چه جوری، اون کشور جهان سوم چه، یعنی بعد مثلا ناخودآگاه مثلا تو حرفای این روزامون هم هی مثلا مثال مارک زاکربرگ فلان، مثلا ایلان ماسک فلان. بابا چرا من مثلا با اینا مقایسه بشم؟ مثلا ایلان ماسک اگه تونست تو هم میتونی. و این همون انتظاریه که ناخودآگاه با من ما برسم، من با فلان. فکر کنم یه حس درونیه اینکه من اگه به یه چیزی فکر میکنم صرفا اینکه انگار اون انرژی اون فکره به ذهن من داده شده، احساس میکنم پس من پتانسیل یا همچین چیزی رو دارم، انتظارم از خودم میره بالا، مخصوصا اگه در راستای اون فکر یا اون ایده قدم نزنم، راه نرم، انتظارم از خودم میره بالا که چرا من اینجوری که باید زندگی نمی کنم، چون اون هلیایی که تو مغزمه پس اونه دیگه، باید به اون برسی. انتظاراتم از خودم، یه سری قابلیت هایی تو خودم میبینم و بر اساس اون قابلیت ها میتونم از خودم یه سری انتظارهایی داشته باشم و شاید اینجوری شکل میگیره که آقا مثلا تو میتونستی خیلی حرفه‌ای تر مثلا موزیکو جلو ببری یا وقت بیشتری مثلا میتونستی براش بذاری، چون اون قابلیت رو تو خودم دیدم. شاید از اینجا باشه. فکر کنم از اون روز اول هر داده‌ای که داره به ما داده میشه، هر دیتایی داره انتظارات ما رو از خودمون میسازه. اولش این شکلیه که مثلا پدر مادرت دارن چی کار میکنن، بعد مدرسه، بعد جامعه، و از یه جایی هم این شکلی میشه که حالا تأثیری که خودت از جامعه میگیری احتمالاً برای خودت میذاری که من دوست دارم فلان آدم شم، شبیه به اون پوزیشن، به اون جایگاه برسم، و بعد این انتظار ساخته میشه. بنابراین همش فکر کنم از بیرون میاد و به ما داده میشه. و آره
جامعه. چطوری؟ چی داری میخوری؟ دارم چیپس و بچن میخورم. خوب بوده تا الان؟ خوش گذشته؟ دوست داری تاپیکو؟ تو از اون آدمایی هستی که به خودت بعضی موقع بگی مثلا حق بدی یا بگی این حق منه یا این حق من نیست؟ ببین اگه حقم باشه حس کنم حقمه همون لحظه میرم میگیرمش، یعنی اگه زورم برسه که همون لحظه برم بگیرمش میرم میگیرمش. اگر نتونم دیگه اصلا به خودم نمیگم که او اینجا یکی حق منو پایمال کرد، ولی اگه بگیرم میگم حقم رفتم گرفتم. یه چیز خیلی جالبی داشتیم صحبت میکردیم، گفتی که من همیشه به خودم یادآوری میکنم که اگه اتفاقی نیفتاده به نفعم بوده. زندگیمو میذارم پایین که اگه میشد خیلی بد میشد. خیلی این ایده باحالی، اگه ما هممون بتونیم این کارو بکنیم دیگه تو گذشته به نظرم دیگه تو حسرت‌های گذشتهمون نمیمونیم دیگه، مووان میریم سراغ بعدی. چون به این فکر میکنم که اگه میشد خیلی بد میشد، چقدر خدا منو دوست داشته که نشده. شما بیننده آینه هستید. خیلی حرف جالبیه. اون چیزی که دیگه انقدر آبیسه و اون دیگه اصلا دیگه بذار راکسی میخواد چیزی بگه. من فکر کنم وقتی اون چیزی میشه که میگی که یه چیزایی، چون یه سری حق و حقوقا اساین شده است، من فکر کنم اونا چیزاییه که میگی ولی بقیه‌شو میشه اکسپکتیشن، میشه توقع به نظر من، چون حق و حقوق یه چیزایی که اساین شده و بیستان اون یه روله، یه قانونیه که اساین شده و بیستان اون همه دارن توقع، یعنی میگن این حق منه، این حقوق منه، ولی اون یکی میشه توقع. منم قضیه همین شکلیه که ببینید ما میگیم حق ذاتی نداریم، حق‌ها یه سری قراردادهاست که در هر دوره‌ای بین آدم‌ها بسته میشه. می‌دونید مثلا انسان‌های اولیه حقشون این بوده که زنده باشن، غذا پیدا کنن، ولی یه جایی از مثلا انقلاب عصر روشنگری یه سری حقوق دیگه هم اومده. حقشون نبوده که زنده باشن، دوست داشتن زنده باشن، ولی اون حقی بوده که براشون توی حقشون نبوده. حسین خیلی جالب میگه اصلا حقشون نبوده. ما نبودیم و تمنا هم نبود. یعنی ما یه دقیقه جمله مولانا حرف خیلی جالب میزنه، میگه ما نبودیم و تمنا هم نبود. یعنی ما که قبل از اینکه باشیم هیچ خواست و چیزی نداشتیم، ما به یه دلیلی، حالا آفرینش بوده، اولوشن بوده، هر کوفت زمین، یهویی میافتیم یه جایی و فرصت زندگی کردن پیدا می‌کنیم. طلبکارم هستیم. این دیگه حق باش نمیاد، فرصت دیگه باش حق نمیاد. چرا نمیاد؟ تو مثلا مگه میتونی یه بچه‌ای رو بیاری توی این زندگی بگی حالا من تو رو آوردم توی این زندگی، تو دیگه ولی حقی نداری از این زندگی؟ نمیشه که. من احساس میکنم همه کسایی که تو زندگی مثال سفر تو و سفر زندگی، من احساس میکنم بعضیا تو این دنیا اومدن وظیفه برنامه‌ریزی، وظیفه اسمش جلو بردن تمدن بشر باشه، اسمش باشه چیز، و اینا تو خیلی سراشیبی ها میفتن و احساسات عجیب غریب میدونی، چون دارن یه کاری میکنن، میتونی هم هیچ کاری نکنی خب و حالا اونجوری هم نکشی بگی دیگه همین هم هست. حالا من در پیرون حرفم که گفتم وظیفت درست فکر کنی، یعنی وظیفت اینه خوب فکر کنی و خوب باشی. یعنی من اگه تو ایرانم میبینم انقدر حقمو بهم نمیدن، دپ نزنم بیفتم تا چیز، بگم که من میخوام این کار بکنم، میزنم بیرون و من حقمو میگیرم از دنیا و حق گرفتنیه. ولی آخه فرید دقیقاً سوال همینجا یه حقیه. خب من یه دفعه میام بیرون به دنیا میام، یه دفعه دور از جون مثلا چون دستم چیزه اصلا نمیتونم ساز بزنم، این دیگه میرم تو فکرای همون فلسفی که من زندگی‌های قبل چی بودم. من امیدوارم به خاطری که این ناقصی رو دارم توی دنیا و حق من دنیا این بوده، حساب کلی اون کائنات و کهکشانیم که نمیدونم چه خبره، حسابم بگم داره صاف میشه، من دارم به سمت نور میرم. اگه دستی اصلا من ندارم که گیتار بزنم، ولی اگه من تو ایرانم این ساز تو دنیا هست،
من میتونم بزنم، میتونم بخونم، چرا من حق ندارم اینو تو پابلیک بزنم؟ میدونی قضیه حقوقیه که انگار در کل دنیا انگار بشر یک حقوقی آزادی بیان، آزادی عقیده، خب انگار یه حقوقی انسان امروز برای خودش تعریف کرده که همه برش باور، یعنی همه در حرف برش باور دارن. خب تو میتونی دیگه توقعی نسبت به این داشتی، تو نمیتونی بگی که حق آزادی بیان این چه مزخرفی، حقوقی وجود داره. آزادی منطق میاد. بچه یه نکته‌ای که وجود داره به نظرم حرف حسین و من که الان داریم میگیم حق ذاتی نیست، حق اگرم چیزی هست قراردادی، اگرم چیزی هست توافقیه. ببین اون حقوق اجتماعی و مدنی ماست که توافقیه. ما یه سری حقوق فردی و انسانی داریم به عنوان هر انسانی، یعنی از اینجایی میاد که تو اگه توی اجتماع هم زندگی نکنی به عنوان یک شخصی که یه نفر، یه قبیله یک نفره، شما حق اینو داری که هر چی دلت میخواد بگی، هر چی دوست داری بپوشی، هر طوری میخوای فکر کنی. این که میتونی حقت نیستا. من میتونم یه کارایی بکنم ولی حقم نیست. تو الان میتونی هر کاری دلت میخواد بکنی. آره. اصلا اون تعریف حق نیست، اون چیزی که داره میگه فقط یه توانایی میشه، یه تعریف کلی از حقو بگی. آقا من قرار بود نفر آخر باشم، این سینا چرا اینجوری میکنه؟ آقا این سوالا باگ داره، این سوالا همه باگ داره. من جواب نه مشکل اینه که سوالا رو خودتن همونه باگ داره. یاسی جان اوکی هم سر صحبتم. پیشای ما خوبه؟ میسا چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ مرسی. باید اینطوری سعی بکنیم که، یعنی تلاشمون رو باید بکنیم که بدون انتظار ببریم جلو، به خاطر اینکه اینطوری خودمون راحت تر زندگی میکنیم. زندگی بهشت میشه. من خودم بیشترین دردی که میکشم یعنی از دوستام و اطرافیان و اینا، مثلا چون خیلی ناراحتی من مثلا از اونایی که خیلی بهم نزدیکترن بیشتر ناراحت میشم، من اینکه ازشون انتظار بیشتر دارم، وگرنه اون کسی که غریبه است یا دوستی که دوره برای من، دوست دورمه، خیلی هم باهاش خوبم، حالا هم خوبه، همیشه باهاش بهم خوش میگذره، چون ازش اصلا انتظاری ندارم. به نظر من پس اگه یه جایی برسم که از هیچ انتظاری نداشته باشم، زندگی ایدئاله. بدون هیچ انتظاری از آدم ها. آیا همه آدم هاست یا مثلا خانواده و دوست و همه رو داریم با هم دیگه میگیم یا مثلا جدا؟ نه فکر نمی کنم. من به هر حال از یه سری توقعی دارم. من روش کار کردم، خیلی سخت اولش ولی it's doable. آره. از خودم انتظار دارم که از آدم‌ها انتظار نداشته باشم. بستگی به آدمش داره، ولی کلاً قبلا انتظار داشتم، همش ناراحت بودم. از وقتی که انتظار ندارم از آدما خیلی خوشحالتر و هپیتر زندگی میکنم، چون اصلا منتظر چیزی نیستم که کسی کاری بکنه، یا اگه مهمونی میرم بهم خوش بگذره، میرم ببینم چی میشه دیگه، یا خوبه یا بده یا هیچی نیست. کلاً از وقتی انتظار ندارم کلاً خوبه زندگی. ببخشید من قطعتون میکنم حسین، من ازت یه سوال داشتم. تا حالا یعنی واقعا نشده که بگی مثلا این حق من نبود؟ این حق من نبود که این سوالو از من من همین می‌خواستم. یه بار گفتی این حق من نبود، الان گفت. نری جای دیگه واسطی بگی، نری جای دیگه بگی من تا حالا نگفتم. من گیر بهش بدم، خواستش بگم واسه همینطور نبودی چند دفعه پیش گفتی آقا ما این 4 ساعت اومدیم چرا اینا ضبط نمیگیرن، ایناشو باید بیاره تو تصویر، این جاها رو کات کنی. آره من می‌خوام استراحت کنم، حق من اینه که صاحب چون بریم. ببین حق ذاتی یعنی این که ما اومدیم اینجا بهمون گفتن ببین به صرف این که تو اومدی اینجا قرار ناهارم بهت بدن، این به تو یه قولی دادن، خب بنابراین تو اگر بدین ناهار رو ندن چون این قول رو به تو دادن، میگه آقا جون چرا این حق منو خوردین،
چون این قولا رو دادین. ولی دنیا که وقتی ما به این دنیا آمدیم به ما قولی نداده بوده که این قولا رو انگار ما بعدها بر اساس باورامون چسبوندیم به زندگی، ولی خود زندگی ما هیچ شاهدی براش نداریم که یه قولی از آزادی، مساوات، عدالت، هیچ کدوم از اینا رو قول شما نده. تو وقتی من یه چی بگم، قولشو ندادم ببخشید، ولی میگم وقتی گفتم انگار بارزه، یه چی بارزه مثلا اینه که ما رو گفتن بیاین اینجا، خب یه دفعه یکی از بالا بیاد بگه شما فرکانس صدات اینجوریه، نمیتونی تو این 12 نفر حرف بزنی، تو چه حقی داری مثلا اعتراض کنی؟ اون بالا اومده اینو گفته. آیا به نظر این حقته الان که اومدی اینجا، الان که اومدیم تو زندگی تو دنیا؟ نه ببین باز دوباره تو این دوتا رو با هم قاطی می‌کنی. ببین یه سری حقوقی هست که ما در اجتماع به خاطر که ما در آمریکا هستیم الان زندگی می‌کنیم، ما از اینجا به وجود اومدیم، ما یه فرهنگی داریم، ما انتظار ادب از هم دیگه داریم. اینا هم من اصلا فکر کنم هیچ جای حرف من اگر این دارین منو چیز می‌کنین، من نگفتم که نباید انتظار داشته باشیم، خب ولی متوجه باشیم که این انتظارهایی که ما داریم یا این حقوقی که برای خودمون قائل میشیم یه سری حقوق ذاتی قطعی متقن نیستن. شما آزادی بیان و یک حقوق ذاتی و فردی خودت نمیدونی؟ ذاتی نیست، توافقی. ولی توافقیه. 100% آخه این نیستش که تو وقتی به دنیا میای که بچه نوزاد که حقی رو نمیشناسه، اصلا منی وجود نداره که بخواد بگه من حق دارم. خب تو خانواده که بزرگ میشی با اون شرایطی که زندگی میکنی، هر کسی یه حقی رو برای خودش، مثلا خانواده من ممکنه خیلی اوپن مایندد تر باشن، مثلا من آزادی بیان بیشتری داشته باشم، بری توی خانواده دیگه کلوز مایند باشم، بچه اصلا نتونه حرف بزنه. زمان رو جابجا کن، مثلا 100 سال برو عقب، 200 سال برو عقب. خب حالا این مشکلش چیه که تو با اون شرایطی که داری بزرگ میشی یه سری حق‌هایی رو برای خودت ایجاد بکنی که بخوای اونا رو براشون بجنگی تو زندگی. مشکلی نداره، مشکلش اینه که عذاب میکشی. مشکلش فقط همینه. علیرضا قشنگ میگه تو زندگی اومدی هی به خودت حق میچسبونی، هرچی بیشتر از این حقا داشته باشی بیشتر عذاب میکشی. خب الان اگر و کاملا مختاری که داشته باشی، ولی بدون که به ازای هر کدومشون عذاب خواهی کشید. و اگر برات خدمت میکنه لطفاً انجامش بده، ولی وقتی نمیکنه خب میتونیم یه لحظه متوجه بشیم که من واقعا هیچ حقی ندارم، همه چیز باحاله، همینطورم داره پیش میره و هر چیزی که به دست بیارم نتیجه یه سری اتفاقاتی که افتاده. حتی اصلا نگاه کن، مثلا تو میگی من رفتم دانشگاه درس خوندم حقمه که موفق باشم. خب این که تو رفتی دانشگاه به 1000 تا چیز بستگی داشته که تو هیچ کدومشو به دست نیاوردی، من جمله هوشتو که به دست نیاوردی، پس حقشو نداشتی. حالا که رفتی دانشگاه یهو حقدار شدیم؟ نه، حقی وجود نداره. واقعا یه ساخته ذهنیه که فقط باعث میشه بینمون جنگ اعصاب به وجود بیاد، باعث میشه طلبکار بشیم و از اون برچسبایی به خودمون میزنیم که بیشتر باعث میشه تو زندگی عذاب بکشیم. آخه این باعث واماندگی نمیشه به نظر تو؟ بذار یه مثال بزنم. آدم هم تو گفتی هم امیررضا میگین من نمیگم انتظار نداشته باشیم و من حرفم اینه خب چرا انتظار داشته باشیم؟ یه فایده انتظار داشتن رو به من بگو. من نگفتم انتظار داشته باشیم یا نداشته باشیم، میخوام بگم انگار پیش فرض اینه که چون من دارم این حرفو میزنم دارم میگم انتظار هم نداشته باشیم، چون این انتظار داشته باشیم که انتظار نداشته باشیم هم خودش باز دوباره میشه انتظار و هیچ چرخش باطله. مثال بزنم، مثلا مردم ایران خب یه چیزایی برای خودشون حق میدونن. خب با این خیلی حرفاتون قشنگه ها، اصلا اشتباه نگید، من دوست دارم اینطوری زندگی کنم، ولی به نظر من یه جاهایی واقعا نشدنیه. یعنی تو وقتی تو ایران داری زندگی میکنی، یه پسری مثلا دختری اصلا 20 ساله 25 ساله تالنت داره، اون آدمه میخواد خودش رو ابراز کنه و شرایطش رو نداره و اون تالنت حقشه دیگه، اون براش زحمت کشیده، به هر حال یه پوینتیه که بقیه ندارن اون داره، اون نره دنبال اون حقی که فکر اول من اینو باید حتما بگم که بد برداشت نشه، چون این قشنگ بد برداشت میشه این حرف. من اصلا این حرف نمیزنم که ما دنبال اگر یه چیزایی فکر می‌کنه حقوق انسانی است دنبالش نباید بریم. حالا اون تصمیمی است، یه بحث دیگه‌ای است که ما اصلا اینجا انجام نمیدیم. بحث اصلی که داره اتفاق میفته اینه که متوجه باشیم این حقوق ذاتی نبوده، قولی نبوده. ما به خاطر شعورمون، به خاطر رشدمون، به خاطر تمدنمون، به خاطر هر چیزی که داریم فکرش میکنیم، ما به یه توافق جمعی در این برهه از تاریخ رسیدیم که 100 سال پیش یه جور دیگه بوده، احتمالاً 100 سال دیگه هم یه جور دیگه خواهد بود. خب که یه سری چیزا حقوق اولیه است، ولی اینا حقوق توافقی هستند، نه حقوق ذاتی.
حقوق توافقی هم ممکنه یه جاهای تفاوت درش وجود داشته باشه، اون حقانیت و اون قطعیت و اون متقن بودن باش نمیاد. یعنی این نکته اینه که حالا من یه کلمه ازش استفاده میکنم اسم تواضع فلسفی، از اینجا میاد که تو یه موقعی اون خشونت، خشم یا اون با خودت بد میکنی، اون حرفی که حسین داره میزنه اینی که تو انقدر خودتو مستحق یه چیزی میدونی که من حالا مثلا ببخشید یاسی مجبورم مثال بزنم، یاسی که مثلا حالا ما یه برنامه‌ای هم داریم پر میکنیم در مورد همین موضوع، دقیقاً داره همین کارو میکنه، همش خودخوری داره میکنه، میگه نباید اینجا میبودم. انگاره که یه کسی بهش قول داده بوده تو سن 34 سالگی تو اینجا خواهی بود و این چیزها رو خواهی داشت، اینجوری همه این چیزها رو داری و الان نیستم، حالا چقدر من بدم، چقدر همه چی نابود. و جالبه که ما وقتی هنره رو داریم، خب تالنت رو میگیم داریم و من به خاطر آره تالنت رو که دارم دیگه، چطور داری؟ سلامتیه رو دارم، دستا رو دارم، حالا چطور یهو اون حق شد؟ نه، واقعیت اینه. و بعد سوال سینا جالبه، میگه این واماندگی ایجاد نمیکنه، اینکه فکر کنی من که حقی ندارم، اتفاقا به نظرم انرژی تو آزاد میکنه که کاری که دستت برمیاد انجام بدی. مثلا من الان یه نمونه میتونم بهت بگم، قضیه دوچرخه رضا. دوچرخه بوده که کار کرده براش، خریدتش، حالا یکی بیاد به زور بگیره. اولین چیز اینه، یعنی راحت ترین شکلش اینه که بگی من اذیت نشم دیگه. دوچرخه هم میخواد بگه من چه حقی بر اون دوچرخه دارم، بی تفاوت باشم. ببین مثلا حقوق خواندن زنها در ایران، راحت ترین شکل برای تمام اون دخترها اینه که بگن تو ذهنشون این جا بیفته که یه دوره‌هایی بوده. ساده ترین چیز اینه که سرم که درد نمیکنه که بگم این حق برای من نیست، حق خوندن برای من نیست، در حالی که در همه جای جهان میبینم. یا بگم آقا مثلا 2000 سال پیش هم این شکلی بوده، یعنی خودم برم مقایسه کنم با بدترین سناریوش، حق ذاتی من که نیست. پس اگه بالانسش رعایت نشه، اگه یه جاهای این حق رو به رسمیت نشناسیم، حقوقی که یه قراردادی انگار بین همه آدم ها، الان توی جهان همه زنها این حق رو دارن که بخونن، حالا اون مقایسه میکنه و میبینه آقا این حق گرفته شده از من. آسون ترین چیز اینه که بگه آقا چرا سرم مگه درد میکنه، برم کتک بخورم، میگه نخونم دیگه. خوبم، چطوره؟ اومدی؟ یه کاری بود که از دستمون برمیومد دیگه. قربونت برم، مرسی. خوبی؟ قربونت. سعیمو میکنم، یعنی یه تایم زیادی بود که توی زندگی من خب از آدمای دور اطرافم خیلی توقع و انتظار داشتم و دیدم که خیلی جاها شاید ناعادلانه است و خیلی جاها شاید به خودم بیشتر صدمه میزنه. تصمیم گرفتم که در واقع انتظار از بقیه نداشته باشم و اگه کاری رو میخوام انجام بدم خودم براش تلاش کنم. اگه بگم آره دروغ گفتم، به خاطر اینکه من خب مثلا با 5 سال قبلم خیلی فرق دارم. 5 سال پیش یه چیزایی یا حق خودم میدونستم که انتظار داشتم آدم ها انجام بدن که الان حق خودم نمیدونم، ولی نمیتونم بگم هیچ انتظاری هم از آدم ها ندارم. 100% دارم، ولی خب خیلی کمتر شده، سعی میکنم کمترش بکنم که خودم راحت تر باشم، ولی احتمالاً که انتظار نسبت به ارتباطم با آدمایی که دارم رفت آمد باشون میکنم کم و زیاد میشه دیگه. باید اینطور باشه. حالا که من میتونم یا نمیتونم یا چقدر بهش در واقع نزدیک شدم یه سوال دیگه است، ولی واقعا باید اینطور باشه. انتظار داشتن از آدما خودمون رو فقط ناامید میکنه و آخرش هم فایده ای نداره. بعضیا میگن خب پس انتظاراتمون رو بیاریم پایین. من حرفم اینه که انتظارات پایین هم نیار، انتظار نداشته باش. اصلا هر چی شد. پایین آوردن انتظار در واقع یه روش جلوگیری از ناامیدیه، ولی ناامیدی یه بخشی از زندگیه و کاری هم نمیشه براش کرد. برای همین آدما بعضی موقع به انتظارات تو عمل میکنن، بعضی موقع نمیکنن و این فقط هی تو رو تو این چرخه میندازه که هی امیدوار بشی بعد ناامید بشی. برای همین من نگاهم اینه که من انتظاری ندارم، همش لطفه و بابت هر چیزی که در واقع آدما در حق من انجام میدن قدردانم. سعی میکنم، نمیدونم بتونم یا نه، ناخودآگاه انتظار دارم. سعی یعنی از جوونی که انتظار داشتم و هی ناراحت شدم، انگار به خودم این تمرین رو دادم که انتظارتو بیار پایین و راحت‌تر زندگی کن.
شایدم بتونم یه روز بدون انتظار زندگی کنم، ولی فعلا ناخودآگاه انتظاری دارم. ببین، اولا که ما موجودات اجتماعی هستیم، پس بنابراین یه سری از کارهامون بر اساس انتظاری که از آدم‌ها داریم پیش میره. ولی من خودم مثلا روشم برای اینکه خیلی در زندگیم سرخوردگی به وجود نیاد این بوده که این انتظار از آدم‌ها رو با یه حد اقلی که میتونستم رسوندم. به نظر اینجوری خودخواهانه است، خیلی راحت‌تر میتونم زندگی کنم. ببین من قبلا ناخودآگاه یه انتظاری داشتم از آدما و یه سری کارا میکردم و انتظار داشتم و این تو 3 مرحله انجام شد. قبلا انتظار داشتم، بعد توی مرحله گفتم آقا ولش کن، اصلا کار بر کسی انجام نمیدم که انتظار داشته باشم. چه کاریه؟ یارو میگه مثلا فلان جا آشنا داری، منم میگم آره برات پیدا میکنم، یک کلیک برات پیدا میکنم، بهت زنگ میزنم ولی دیگه از ته دلم انجام نمیدادم دیگه برای آدما کاری رو، چون میدونستم که من الان برای این الان کار انجام بدم، بعدش هم انتظار که ایجاد میشه، بعدش هم پیچیده میشه، ولش کن اصلا، میگم حالا برات پیدا میکنم. ولی از یه جایی به بعد تصمیم گرفتم که خب من خیلی هم چیز شدم، اون رضای قبلی، رضای مهربونه دیگه دیگه اون از بین رفت. بعد گفتم نه، بذار برگردم و دیگه انتظاره رو یه ذره نداشته باشم و الان دارم رو خودم کار میکنم. حتی انتظار مطمئنا دارم ولی خیلی بیارمش پایین دیگه، برسونمش به 0 1. ولی فرق میکنیم. ببین ایدئال، اون چیزی که ما به عنوان ایدئال به نظر من این جمله رو میگم، حالا بهش فکر کنی. ایدئال یه چیز ساختنیه، نه یه چیز خواستنی. یعنی میدونی من اگر یه چیزی رو ایدئال میبینم در راستاش باید یه کارایی بکنم، اگه یه چیزی رو حق میبینم باید در راستای به وجود آوردنش، به دیگرون دادنش، لااقل این حق انگار من. ولی انتظارش، ببین خیلی تو کار جالبی کردید، این تفکیکی که انجام دادی من بهش چون به نظر میرسه expectation و اون که من منتظرم یه اتفاقی بیفته یا من توقع دارم یه اتفاقی بیفته، 2 تا چیز مختلفه. خب خیلی به نظر من تفکیک جالبی بود این کارو کردی. من ممکنه یه کارایی کردم امیدوارم که اتفاقی بیفته، منتظرم یه اتفاق خوب بیفته، خب، یا اینکه من یه کارایی کردم توقع دارم یه اتفاقی بیفته، اگه نیفته چقدر اتفاق بدی افتاده. این خیلی تفکیک درستی بود. بنابراین اینم همینه، من وقتی دارم توی بازی از بیرون دارم بال میزنم. حالا بذار چیزی من بگم و اینکه ما فکر کنیم خیلی نکته قشنگی میگی و کاملا میشه باهاش ارتباط برقرار کرد که خب پس من اگه حقی ندارم این کار نکنم، ولی به نظرم ما میتونیم از یه جای باحالتر کارامونو بکنیم. من اگه برای حق خوندن خانوما تو ایران به نظرم چیزیه که میخوام انجامش بدم چون دوستش دارم، انجامش بدم چون بهم شوق زندگی کردن میده، چون یه چیزیه که در موردش پشنتم، باحال برام، میخوام عمرمو صرف این کنم، نه چون حقمه و طلبکارم. همون کاره ها نه انجام دادنش نیست، قضیه اینه که تو باید اینجا دیگه بجنگی براش، اینجا باید میجنگی براش چون دوستش داری. اگر میخوای میجنگی براش چون دوستش داری، نه میجنگی براش چون حقته. نگاه تو عوض میکنی نسبت شاید بعد به عنوان مثلا کلمه حق از کلمه گول استفاده کنیم که اینا مثلا یه هدفه. این گول نیست، این حقه. این گول نیست، این گول نیست، اون یه چیز دیگه است، این حقه. دقیقاً در راستای همون بحثی که تو میگی ما حق فردی نداریم و همه چیز در اجتماع تشکیل میشه، که من هنوزم حق ذاتی میگه نداری، حق ذاتی نداری. حتی توافق توی اون قبیله فردی که در نظر میگیری، اونم خودت با خودت توافق کردی که اگر ممکن باشه که یه کاری رو بکنی یا نکنی. ولی وقتی تو با یه نفر دیگه میشی، خب دوباره تو باید با این توافق کنی. تو نمیتونی بگی من اینو دوست دارم این اینو دوست داره. نه ببین بازم وقتی به دنیا اومدی مثلا نوزاد که هستی که یه نامه‌ای بهت ندادن که آقا اینا حقای توئه، بفرما داخل دنیا. نه برو بگیرشون یا برو داخل. به دنیا میاد همون مثالی که زدی آزادی بیان.
آزادی بیان یه چیز خیلی جدیدیه، یعنی بعد عصر روشنگری اومده. ما انسان‌ها کلی تلاش کردیم که نه چیزی جدیدی ما توی عصر حجر زمان انسان‌های اولیه مگه ریستریکشنی داشتیم روی آزادی بیان؟ می‌خوردنت ولی میتونستی حق اینو داشتی که هر چیزی که الان هم حقشو داری ولی یه بلای سرت میارن. خب رعیت هیچ وقت اگه آزادی بیان نداشته، رعیت هیچ وقت آزادی بیان نداشته در طول تاریخ. یه نفر یه رولی میذاشته و قدرت. اینو بذارین جای قسمت اول. من یه پیشنهاد دارم. نه دارم میگم که بیایم قسمت بعدی رو، پیشنهاد البته، راجع به این صحبت کنیم که الان راجع به حق و انتظار و اینا صحبت کردیم. به نظر من قسمت بعدی راجع به این صحبت کنیم که اگه ما چقدر این انتظارمون رو بریم پایین‌تر یا اصلا انتظار نداشته باشیم و بریم وارد زندگی بشیم، مثل یک بچه‌ای که همیشه داره بهش خوش میگذره، برای اینکه وقتی هر کاری می‌کنه هیچ انتظاری براش نداره، هیچ چیزی رو حدس نزده و در لحظه داره زندگی می‌کنه و در لحظه هم خیلی داره بهش خوش میگذره. حالا اگه ما بیایم این انتظاراتمون رو کم کنیم، آیا باعث میشه ما خوشحال‌تر باشیم، زندگی مثلا رضایتمندانه تری داشته باشیم، یه ذره مثلا اینوری‌تر صحبت کنیم. این دقیقاً همون چیزی بود که من می‌خواستم در چالش همون اول برنامه به حرف حسین بزنم و فکر کردم دقیقاً تهش اینجا بود که یه موقعی هست ما حسین گفت انتظار نداشته باشیم، بریم لذت ببریم، ولی یه نکته وجود داره، بعضی موقع انتظار شاد بودن هم انگار یک دوباره باری میذاره رو دوش ما که من الان شاد نیستم، باید شاد باشم، تو این سفر زندگی من شاد نیستم، پس من شکست خوردم. برنامه بعدی فکر کنم در مورد این حرف بزنیم. دمتون گرم. مرسی.